حالا رو می‌آوریم به ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفت که تلاش بی‌نتیجه تبادلات دولتی ضعف خدمات کشفی ترکیه را آشکار کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز gofت برای همین به زودی در صف نیروهای مسلح ترکیه اصلاحات راه اندازی می‌کند. در یک مدت کوتاه ساختار نوی نیروهای مسلح ظهور خواهد کرد. با این ساختار ارتش به اصطلاح خونی تازه می‌گیرد. با تجربه‌ای که پشت سر کردیم، نیروهای مسلح باید سبق جدی گرفته باشند. این روند دوامدار است. آن هیچگاه متوقف نخواهد شد. ما فعالانه کار را ادامه می‌دهیم. ما نقشه داریم. مثل آن دشمن هم شاید نقشه داشته باشد، ولی آن نقشه ها زیر نظر ما هستند و ما کار را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور ترکیه در این مصاحبه در روز 21 ایول گفت نشست شورای عالی نظامی ترکیه نه ماه اوگوست بلکه همین هفته دایر می شود تا اصلاحات نیروهای مسلح را طرح ریزی کنند. رجب طیب اردوغان می گوید تلاش دیگر باره برای تبادلات را از احتمال دور نمی داند. تبادلات نو امکان دارد، ولی اکنون این کار آسان نخواهد بود، زیرا ما در گرد و اطراف در حال آماده باش هستیم. در گذشته شرح دادن بعضی حادثه ها برایمان دشوار بود، اما حاضر سناریو دیگر است. رئیس جمهور ترکیه هر گونه معامله با فتح الله گولن روحانی تبعیدی ترک را که در امریکا است رد کرد. او به خبرنگار رویترز گفت معامله با فتح الله گولن مثل معامله با سازمان‌های جدایی طلبی کرد خواهد بود که 30 سال است با حکومت ترکیه می جنگند. آن مردم در اداره های دولتی نفوذ پیدا کرده بر ضد دولت و کشور آشوب برداشتند. آنها در نیروهای مسلح بیرحمانه عمل کردند. آنها هواپیما و چرخبال ها و اسلحه را برای بمباران و قتل مردم خود استفاده بردند. این عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی است. حکومت ترکیه فتح الله گولن را به راه‌اندازی تلاش برای تبادلات دولتی متهم کرده است و از امریکا می‌خواهد گولن را به انقره استرداد کند، اما خود گولن این ادعا را رد می‌کند. در نتیجه تلاش تبادلات در ترکیه در روز 14 ایول 246 نفر کشته شدند و بیشتر از 2000 کسی دیگر جراحت برداشتند.